استانبول مدال طلا گرفت، 2 مدال طلا جهانی و 2 مدال برنز جهانی، یعنی 4 مدال داره، 2 طلا 2 برنز. بعد در مسابقات بازی آسیایی قطر 2006 اون موفق شد مدال طلا بگیره، در گوانجو هم طلا گرفت. حالا آمده سومین مدال خودش از بازی‌های آسیایی صید کنه. همچنان در سرشاخ برای چیزی اقدام میکنه، مچ پا رضا یزدانی، یه مچ پای زیبا میگیره و موفق میشه حریف خودش خاک کنه. 30 ثانیه از آمادگی بالای برخوردار میشه، برای چیزی یه زیر سر رو شگرد خودش از بالا به پل میزنه، پهلوانی کشتی میگیره. آفرین به رضا یزدانی، دلاوران. حالا قوس میکنه رضا یزدانی، یه لحظه قوس تکنیکی کرد و تا دو رضا یزدانی به هم زد. تقاضا اخطار میشه برای رضا یزدانی، هنوز مورد موافقت قرار نگرفته. 4 دقیقه و 30 ثانیه از آمادگی بالای برخوردار میشه، برای یه زیر سر رو شگرد خودش از بالا به پل میزنه، پهلوانی کشتی میگیره. آفرین به رضا یزدانی، دلاورانه کشتی میگیره. بی جهت نیست نام او رو از آمادگی بالای برخوردار میشه، برای یه زیر سر رو شگرد خودش از بالا به پل میزنه، پهلوانی کشتی میگیره. آفرین به رضا یزدانی، دلاورانه